کجایی؟ بابایی. بابایی و کوفت، بابایی و زهر هلاهل. پاشو جمع جور کن بابا، وضع خرابه. بابا خودتی؟ آخه کجا رفتی؟ چرا رفتی؟ فیلم بازی نکن بابا، برای تو که بد نشد. یه شبه شدی کینگ مجتبا. بقیه 16 ها فعلا تو آب نمکن. اصلا نمیخوام. قرار بود رو تخت ولایت بشینم، الان رو تخت بیمارستانم. اشکال نداره، حالا تو هم مثل من میتونی بگی جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی دارم. فعلا که همونم ندارم. ای توف تو اون بختت مجتبی. آخه الان وقت ولی فقیه شدنه؟ خب حالا نمیخواد ننمم قریبم بازی در بیاری. درسایی که بهت دادم و یادت مونده؟ نبینم سوتی موتی بدیا. خیالت راحت، حواسم هست. درس اول چی بود؟ اعدام برای حفظ نظام، اعدام پشت اعدام. این درس اول بود. آورین. درس دوم؟ درس دوم بخور غارت بی محابا، یادت نره مجتبی. آورین. درس سوم؟ بابا چند بار میپرسی آخه؟ اینجا بودی درس، رفتی جهنم بازم درس. درس سوم معلومه دیگه، از سفره های مردم بریز تو بمب اتم. احسنت. حقا که آیت الله یشهبه برازندته. من دیگه خاطرم جمع شد. ولی من خاطرم جمع نیست. اختشاشو چه کار کنم؟ هنوز نیومده، ملت دارن برام نقشه میکشن. از تو نیستم و با آتیش میکشن اینجا. بهم میگن کیند آق مجتبی مقوامو درست کردن. همین روزاست که بسوزونن. پس اینطور که پیداست تو هم مسافری. باید اینجا با امام برات مراسم بگیریم. من برم ببینم یه دخمه‌ای، بیتی، چیری پیدا میشه واسه بابا تو مردی و تاجت یهو رو سر من موند، ترکیدن تو دماغ منو سوزوند. خوابیدم شب و صبحش شدم من آیت الله، منم ورژن آپدیت بهم میگن مقوا. من رو تختم حالا مخفی، روی پامم لب گوره، سپاهم پر کتلت، نظامم پاره پوره. توی دخم درازم مثل کتری رو گازم، چقدر ناجور فازم، میدونم که میبازم. در ناجور فازم، میدونم که میبازم.